پرسیده چی کارم و چیست حرفم، تا چشمهای مست شما هست شاعرم. سلام بیننده های عزیز، به برنامه موفقیت از چینل کابل وقت خوش آمدید. با من مدینه احمدی تا ختم برنامه همراه باشید. مهمان این هفته ما بانو فرحناز فروتن می باشد. بیایید که بیشتر در موردشان بدانیم. سلام، خوش آمدید بانو فرحناز. سلام، وقت بخیر بانو احمدی. خوشحال هستم امروز همراه شما در این برنامه حضور دارم. تشکر، سلامت باشین. بانو فرحناز، میخوایم از زبان خود شما بشنویم فرحناز فروتن کی است و چی فعالیت هایی دارد؟ خیلی سلامت باشین. بانو فرحناز فروتن دختر 19 ساله که خواست زندگی خود تغییر بده و به دنبال آرزوهایی که بود پا ماند. فرحناز فروتن محصل اقتصاد و همچنان دانشکده تاریخ عمومی پنتون کابل می باشه و همچنان در پهلوی از فعالیت‌های اجتماعی در نهادهای خصوصی داشته و همچنان علاقه خیلی زیاد به نویسندگی و شاعری داره. خب در قدم نخست چی خوب است از شما یک شعر بشنویم؟ درست است، چرا نه؟ یکی از غزلهایم است که تازه سرش کار کردیم و تکمیل شده. مرد و زن از دیدنت حیران حیران می شود، مست چشمان تو با عالم پریشان می شود، با نگاهت لحظه لحظه نیز لرزان می شود، قلب من بی تو هر لحظه گریان می شود، من تشنه چون سراب کبیرم عزیز من، تا تو آیی اشکهایم نیز فوران می شود، آسمانم امشب باز بیتاب تو است، روی بام خانه‌ام مهتاب تابان می شود، من به یک خنده، به یک گریه، به یک اشکم ولی در وجودم ناله ها باز سوزان می شود. بسیار زیبا، بسیار مقبول. بانو فروتن، شما پهلوی از یک مسئله رشته اقتصاد هستین، چطور رو به نویسندگی و شاعری آوردین؟ خوبی برمیگرده که علاقه من از زمان طفولیت بود. من خیلی علاقه داشتم به نویسندگی و شاعری و در کل بخشای ادبیات و هنرها، اما انسان باید در پهلویی که هنردوست است و بخشای اکادمی کار میکنه و بخشای هنری را خیلی دوست داره، باید از یک شغل ثابت داشته باشه، کسی باشه که بتونه سرپای خود ایستاد شود. و اقتصادم از جمله رشته‌ای بود که من دوست داشتم، میخواستم کسی باشم که بالای پای خودم ایستاد شم و یک تجارت شخصی داشته باشم. اما وقتی که من اقتصاد شروع کردم و بنابر بعض مشکلات که تا روز نتونستم ادامه پیش ببرم، خواستم بخشای هنری هم پیش برم و خواستم در پهلوی از به شعرگویی تازه شروع کردم و همچنان نویسندگی میکنم. شما اثر دارید به نام دختر بودن جرم نیست. میشه درباره اثر داستانی تان بر ما معلومات بدهید؟ ما در پهلوی این داستانی که تازه تکمیل شده و انشالله به زودی ویراستاریش تمام شده، قرار است در ایران چاپ شود. این داستان ما دقیقاً داستان برمیگیره از نامش که دختر بودن جرم نیست، از روایت یک دختر است که از زندگی خود حکایت میکنه که چگونه تولد شد، با کدام مشکلات در زندگی روبرو شد و چی کارهایی تانست، چی راهکارهایی به زندگی خود ایجاد کرد تا که تانست به موفقیت برسه. و این داستان طویل است که قرار است در ماهنامه سخن در ایران به چاپ شود و انشالله تا قبل از سال نو کابل میرسه. انشالله بخیر چاپ شود. محمد تشکر. بانو فرحناز، ما یک سوال داریم که از تمام مهمانای ما میپرسیم. سوال ما چالشی است. سوال ما این است که از دوره مکتب الی پنتون با چه چالش هایی روبرو شدین تا به موفقیت که خودتان میخواستین رسیدین؟ خب اگر بگردیم به این سوال شما، این سوال است که هر بانو با این چالش ها روبرو میشه. هر دختر که از زمان مکتب آغاز میکنه، پا به مکتب میمونه، تویی که دوری مکتبش تمام میشه میخوای دانشگاه بره، طبعا در زندگی با چالش های متفاوت روبرو میشه و من از همون جمله دخترایی هستم که با چالش های زیاد روبرو شدم، اما تونستم از پس تمام چالش ها برم. اول اینی که چالشی بود که من که مکتب شروع کردم، در دوره مکتب بودم، طبعا مشکلات ساحه‌ای که من زندگی میکردم، مردمی که بودن زندگی میکردم، فکر میکردن دختر رفتن به مکتب جرم است، نباید دختر مکتب بره، نباید دختر تحصیل کنه. و ای که از فامیلا و دوستا بود میگفتن دختر نباید تحصیل کنه و ایلا خواندن و نوشتن وقتی که یک دختر یاد میگیره نیاز نیست که ادامه بده. شاید دختر وقتی که مکتب رفت دیگه تمام میشه، مسئولیتش امی که بتونه بخونه کافی است. اما ببینین وقتی که یک دختر میخواد به مکتب بره،
دوری مکتبش تمام میشه دوست داره دانشگاه بخوره، دوست داره سر یک بخش که خیلی حرفه‌ای است یا استعداد داره، مهارت داره، میخواد سرتی کار کنه تا آینده خیلی روشن داشته باشه. پس من تونستم از این چالش ها با مشکلات زیاد روبرو شدم، اما از پس تمامش برآمدم و حرف مردم گوش نکردم. چیزی که دوست داشتم فقط به دنبال عمو بودم و وقتی که به دنبال خواسته ها و اهدافت باشی و طبعا تلاش کنی میتونی برش برسی. بسیار خوب است. بانفورتن شما در پهلوی زی که بانفورتن در پهلوی زی که شما شاعر و نویسنده هم هستین، دیگه چه فعالیت هایی دارین؟ در اوقات فارغ بیکاریتان مصروف کدام کار هستین؟ خب پهلویی که من نویسندگی و شاعری میکنم، نویسندگی و شاعری یک حس حال خیلی خاص به انسان دست میده و یک شوق و شور است که انسان دوست داره همیشه انجام بده و معمولا من که شاعر نویسندگی میکنم در پهلوی از این فعالیت اجتماعی دارم که ایجاد میکنم برنامه های به بانوان، آقایان، نوجوانان، ایجاد سمینارهای انگیزشی می باشه که در این سمینارها ما معمولا دکتر صاحبا، روانشناسا، انسانهایی که در جامعه واقعا تاثیرگذار بوده و میتونن از راهکارهای زندگی خود به جوانان یاد بدن و برشان سمینار برگزار میکنیم و طبعا خیلی اشتراک کننده ها از هر طبقه داشته می باشیم. یعنی ما بعضی سمینارات ما بوده که کوچکترین طفل داشتیم، طفل 9 ساله بوده آمده خواسته یاد بگیره. ما داشتیم مرد مسن بوده که شاید از سنش 70-80 ساله باشه اما آمدن در سمینارهای ما اشتراک کرده، سخنانی که شنیدن طبعا برشون مفید در سمینارهایتان بیشتر از خانم‌ها اشتراک میکنه یا آقایان؟ خب سمینار ما همیشه هم آقایان بوده و هم خانما. ما با طبعا سمینارات مختص به بانوان هم داشتیم که از خود ارائه کننده سمینار گرفته خانم بوده توی که تمام اداره کننده مدیریت سمینارها هم خانما بوده و همچنان خانمای خیلی بیشتر آمدن در این سمینارها اشتراک کردن. منظرتون در شرایط برگزاری سمینارها چقدر مفید تمام میشه به جوانان؟ خب ببینین ما فعلا در شرایط قرار داریم که همه فکر میکنن همه چیز از بین رفته، کس نمیتونه به خواسته ها آرزوهای خود برسه. اما من میگم که انسان وقتی که بخواد به اهداف و آرزوهای خود برسه هیچ چیز دلیل شده نمیتونه، هیچ شرایط نمیتونه ما را از آرزوها و اهداف ما دست بکشه و ما رو تلاش به داریم که بتونیم انگیزه جوانان را بالا ببریم، از این حالت ناامیدی که دارن بتونن دور شون و مسیر زندگی خود را پیدا کنن. طبعا ما نمیتونیم مسیر هر کس مشخص کنیم و یا مسیرشان برشان به دستشان بدیم، ما فقط راهکار میدیم، طرزشان نشان میدیم و یک راهنمایی میکنیم. پس اون جوانی که اگر قصد داشته باشه به اهداف خود برسه و مسیر خود پیدا کنه، یک راهنمایی کوچک ما میتونه به اهدافش برسه. بسیار خوب، موفق باشید. بانو فرهناز، در کدام حالات میتونید خوبتر شعر بسرایید یا بنویسید؟ خب شعر گفتن احساس میخواد. طبعا کسی که وقت احساس خیلی قوی داشته باشه و فکر کنه یک سوژه خیلی خوب به شعر خود پیدا کرده بتونه، مثلا یک واقعه را ببینه، یک داستان بخونه و یا یک تصویر ببینه، میتونن با مو احساساتی که در کارش جای گرفته و اون میتونه با چیندن وزنها، قالبها و همچنان با کلمات مختلف یک بیت خیلی زیبا بسرایه. و من معمولا وقتی که فکر میکنم و یا با کدام حادثه اوقات روبرو میشم دوست دارم شعر بگویم، قلم کاغذ میبردارم، چیزی که در ذهنم است و با کلمات زیبا میخوایم اون را بیان کنم. بسیار خوب. لحظات برنامه ما کم از بانو فرهناز، میخوام در این لحظه از شما یک شعر بشنویم. تشکر. من یک شعر دارم، شعر سپید است که شعر خودم خیلی دوست دارم و ایره دقیقاً همین سال تاریخ 12 ماه دلو بود که این شعر من سرودم. آماده بودن درختان، آسمان، باران، چتر با من با تو، من با تو، هوای نیمبند 2 نفره و کفش های من که جب بود برای رفتن که نرفتیم. چقدر زیبا. بانو فرهناز، اگر کدام پیامی دارین به جوانان میخواین بگین که ما در خدمت شماست؟ خب من به جوانان عزیز پیامم است اگر انسان بخواد به اهداف و آرزوهای خود برسه هیچ چیز دلیل نمیشه که شرایط سخت است من نمیزنم.
خب درست است، من میگم شرایط سخت است و در شرایط سخت دشوار است که ما بتونیم به اهداف و آرزوهای خود برسیم. اما وقتی که انسان هدف راسخ داشته باشه و یک مسیر به خود مشخص کرده باشه، طبعا شرایط باعث میشه که قوی‌تر از گذشته شود. سختی ها باعث میشه که یک انسان موفق باشه و بتونه به اهداف خود برسه. و شرایط سخت دیده، سخت‌تر تلاش کنین تا به اهدافتان برسید. بانو فروختن تشکر از اینکه آمدین به برنامه ما و وقتتان رو برای ما دادید. خوش میکنم. من خوشحال شدم که امروز با شما در این برنامه زیبا بودم. بیننده های عزیز، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.